از این وقتها تو اون لحظه جادویی این اتفاق میفته. چی شد؟ خب دقیقاً چه اتفاقی میفته وقتی اینجوری میشه؟ سینا داشت این چی بود؟ فکر کنم که فوران آتش فشانی بود. بابا نگرانش نباشید، یه پوپو ساده بود دیگه. همه تو دنیا پوپو میکنن، یه پیشو، یه پرنده، ببخشید یا کریم یا آدمیزاد. داداش آره، ولی نه سر قرار که این تقصیر تو بوده. تقصیر من چرا؟ من که 200 کیلو لوبیا نخوردم بابا جان. ای دوستان، همه ما مقصریم. همه ما اون لوبیاهای خوشمزه رو تبدیل کردیم به یه تیکه پوپو. آره بابا. بابا آخه من سر قرار عاشقونم نکنه یه وقت بذاره بره. نه خیرم عزیزم، مگه ندیدی صورت حسابا؟ بچه ها یه کاری کنی، ما خیلی دوام نمیاریم، شیمیایی زدن. بچه ها وقتی من پر میشم یه میس میندازم واسه مغزو، میگم دارم میترکم، اونم میگه دروازه ها رو باز کنین. داداش بچه رو وایسادی؟ بچه من گوگل کردم که چطور باید پوپو کنیم. اول باید درست بشینی، بعد زور نزنی یا عزیز دلم. نمیخوام که سکته کنیم که، مگه نه؟ آخرشم گوشی تو دستت نگیر. اولا بچه‌ها شب بخیر. اینجا چه خبره؟ چه عجب بابا، بهش بگو دیگه، مجبورش کن، دستور بده به سلام همه طور گوه برمی‌داره. چه اینطور باشه، اشکال نداره. خب حالا من دستور میدهم که سوراخ ببخشید دروازه ها رو باز کنید. دست من خواهدی کن.